بچه ها بدوین میرید مکدونالد فیگورای فرنس رو بگیرید. این هم از فرنس منو. بریم باز کنیم. بچه ها فیگور چندلر در اومد. آخه بچه ها ببینید فیگور چندلر چه بانمک و باحاله. خیلی باحاله. ما 2 منو دیگه هم گرفتیم. یکیش مانیکاست که اینم خیلی باحاله و یکی دیگهش راست در اومد. یه میمون بامزه اون بالا سرش داره. اینم خیلی باحاله. ولی من خودم بین این 3 مانیکا رو اصلا بیشتر خوشم باحال تره. داخل این منو یه بیگ مکه که به این صورت دیده میشه، سیب زمینی و 6 تا ناگت و قیمتش 13 یورو. توی کامنت ها برام بنویسین شما کدوم فیگور رو اصلا بیشتر دوست داشتید و آیا 13 یورو میارزه؟